کدام شما ای امتی من ایمانش کدام شما مکمل است؟ ایمان همون انسانی که فعل خوب دارد، رفتار خوب دارد، گفتار خوب دارد، از دست او کسی آزار نمییابد، از زبان او کسی آزار نمییابد. پیغمبر گفتند در روز قیامت در ترازویی که اعمالهای ما و شما را وزن میکنند، از فعل خوب در دیگر دیده وزنین تر چیز نیست. حسن خلق به نهایت وزنین است. وقتی هر باری که وزنین شد او با فایده انسان حل می شود، وقتی اگر از ثواب باشد. رامین از پیغمبر ما و شما میگه کسی که اگر در دنیا رفتار خوب دارد، بچه خوب است، مرد خوب است، گفتار خوب دارد، او همچنانی هست که مثل که آدم شب تا روز نماز میخواند، روز تا بگه روزه دارد چه مقدار ثواب دارد. حسن خلق برابر همون است. شما هم رفتارتون خوب